میگه شخصی میگذشت از یک دیگ خانه خسپوش دید. گفتی از کی است؟ گفتن از سعدی، یعنی سعدی شیرازی. بله. یک روز تعجب کرده یک دو روز بعد سعدی سے به این آدم سر خورد. گفت سعدی یا شیرازی یا نامت بس است، خانت را دیدم از خار و خس است. سعدی صاحب در جوابش گفت دیگران رفتند و ما هم می رویم، از برای چند روزی ما بس است. جگرم من نداشتم ارمانم و تو رفتی زبرم، من نداشتم ارمانم و تو رفتی زبرم. دلبرم 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 دلبرم. من نداشتم ارمان اما تو رفتی زبرم، من نداشتم ارمان اما تو رفتی زبرم. دلبرم 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 دلبرم. شما کوکی قفاسی ای سبکی سرخ میده خالی وسی، تو دختر پاد شما کوکی قفاسی. ای از روزی که رفته نگفتم به کسی، بعد رفتنم تو دانی یار خور خاسی، بعد رفتنم تو دانی یار خور خاسی. دلبرم 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 تو سوخت جگرم اما تو سوخت جگرم. من نداشتم ارمان اما تو رفتی زبرم، من نداشتم ارمان اما تو رفتی زبرم. دلبرم 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 دلبرم.
دلبرم اما تو سوختی جگرم دلبرم دلبرم اما تو سوختی جگرم من نداشتم ارمان اما تو رفتی زبرم من نداشتم ارمان اما تو رفتی زبرم دلبرم 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 دیدم سنمی نشسته بود در لبی بام